5 نشونه پایان یک رابطه رو میخوام بهت بگم که بررسیش کن. هر کدوم از اینها رو داشتی به نفع دیگه زودتر به فکر واسش بکن. یکی از نشونه‌های خیلی مهم هم حرف زدن. ببین قبل ازدواج که اینا از هر ثانیه استفاده میکنن که تیک 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 تو گوش هم دیگه، تو چت کردن، تو هر جایی که هم دیگر میبینن ثانیه‌اش رو از دست ندن، فقط با هم صحبت کنن، بگن و بخندن و شاد باشن و ها صدای قهقهشون هم بره بالا. خدا رو شکر. اول ازدواجم همین اتفاق میفته دیگه، آشکارا جیک جیکشون دیگه آشکاراست، همه هم میبینن، همه هم لذت میبرن، بازم خدا شکر. ولی اگه تو وسط رابطه چه میدونم این آخرا یه چنین چیزی رو دیدین که موضوع مشترک نداری که اصلا دوست داشته باشی بیان کنی، یا اون پارتنرت اون همسرت حرف نمیزنه که بیاد یک موضوع رو بخواد از بیرون واسط بگه، تو خودت اصلا حال شنیدن حرفاشو نداری، حال اینکه خودت هم حرف بزنی نداری، در حالی که امروز با چند نفر هم تلفنی صحبت کردی، دوست داری اصلا یه نفر هم وارد خونت بشه بازم صحبت کنی، ولی اگه با همسرت حال و حوصله حرف زدن نداری، آخ این یکی از نشوناست. داری؟ مهمه ها، خیلی مهمه. چرا؟ چون صحبت کردن و یک ارتباط خوب داشتن قلب یک رابطه است. اگه به اینجا رسیدی که حال و حوصله‌ش رو نداری، چه گفتن چه شنیدن، این قلبه دیگه نمیزنه. یه مورد دیگه اونم مهمه، دنبال تغییر دادن همسرت، پارتنرت، شریکت هستی. اگه تو رابطه الان به یک شرایطی افتادی که میگی اصلا از این کارش خوشم نمیاد، اصلا این تیکش رو حال نمیکنم، از این وضعیت با این چه میدونم با این جمله بندی هاش اینقدر بدم میاد که گاهی وقتا دوست دارم خفش کنم، حالا میخوای اقدام کنی که اون تغییرش بدی. ببین تمامی تحقیقات در کل دنیا اثبات کرده که بعد از ازدواج همسر تغییر نمیکنه مگه خودش بخواد، نه با تهدیدا، نه، مگه اینکه خودش بخواد. ولی اگه قرار باشه که تو تغییرش بدی، اتفاقی که میفته چالشتون با هم بیشتر میشه و خب وقتی که از هم دیگه دور بشین چی میشه؟ رابطه باز میخوابه. چرا گفتم در مقایسه با قبل؟ چون اگه این رفتار رو قبلا داشت تو باهاش حال میکردی یا چشم پوشی میکردی یا میگفتی ولکن مهم نیست، ولی الان دیگه تو داری بهش گیر میدی. برو ببین این حالت رو شما هم دارین. یه مورد خیلی خیلی مهمه دیگه این هستش که وقتی که تو رابطه توی یک موضوع ناراحت کننده یک گله چیزی صورت میگیره، من این توانایی یا این شهامت یا این شجاعت یا این مردانگی رو نداشته باشم که به اشتباه خودم اعتراف کنم. به جاش چیکار میکنم؟ تماما اشتباهات خودم رو توجیه میکنم. نه، ببین اونجا که اون موضوع پیش اومد حق داشتم، تقصیر تو بود، چه میدونم تقصیر فلانی بود که من مجبور شدم این کارو بکنم. اگه در حال توجیه کردن مسائلت هستی، بدون که اون زنگ خطر است. اینم برای چک کن لطفا. مرسی. تایشو لوس میکنم، من لوسم. خب یه مورد خیلی مهمه دیگه که این رو به زبان زیاد شنیدیم ما زوج درمانگرا، این هستش که میگه دیگه اون حس قبل رو ندارم، دیگه اون حال و حوصله کلامی رو گفته بودم، الان میگه اصلا اون حس قبلی ندارم. هیچ حسی که مثبت باشه نسبت به این آدم اگر شما ندارین، متاسفانه این با جزء قسمت‌های آخر رابطه شماست. یه موضوع خیلی مهم بعد از اینکه زن و شوهر یا دوتا زوجی که قرار هست با هم ازدواج بکنن، دوتا پارتنر تو مشکل میخورن، شروع میکنن به صحبت در مورد اون، چک و چونه زدن، چه میدونم ایراد گرفتن از هم دیگه، اینا همه روش های اشتباه سر و کله زدن یا به قولی جنگیدن واسه چه چیزی؟ واسه یه چیزی که برام مهمه. آقا اینو من دوست دارم، من هر جوری هست میخوام به دست بیارم، در قالب حق، در قالب نمیدونم امتیاز، هر چیزی که هست، ولی اون موقع هستش که اصلا دیگه برام مهم نیست، حتی به ضرر منم هست، اصلا در موردش حرف نمیزنم چون واسم مهم نیست. اگه انقدی سکون و سکوت در بین شما حکم فرماست که سر هیچ چیزی با هم دیگه مخالفتی ندارین،
ببین در مورد اونایی که با هم دیگه خوب و خوشن این کارو بکنیم، آره اوکی، خیلی عالیه، کیف میکنم، هیچ بحثی ندارم، در مورد اونا حرف نمیزنم و این اتفاق بیفته یا نیفته، این کارو انجام بدیم یا ندیم، اینجا بریم یا ندیم، این کسی این فلان کس بره یا بیاد، هیچ حرفی نمیزنن، سکوت محضه. اینجا هم اون یکی از اون نشونه های پایان رابطه است، چون دیگه براش اهمیت نداره که بخواد بجنگه، وقت بذاره، انرژی بذاره، هیچی براش مهم نیست. اینا تو رابطه خودتون بررسیش کنین، ببینین که کدوم یکی ها رو دارین. قطعاً با پیدا کردن اینکه کدوم یکی از این مشکلات هست و بیانش پیش یک مشاور با نیت حل اون مسئله، میتونین رابطه خودتون رو همچون قبل پر انرژی، پویا و شادش کنید.